سلام دوستان، بهنام هستم از تکنوریچ و تو این ویدیو میخوام همه چیز رو در مورد پای نتورک توضیح بدم، در مورد برنامهش، چجوری ماین میشه، چجوری توکن هامون رو برداریم بفروشیم و از همه مهمتر شاید احراز هویتش باشه که میدونم واسه خیلی از شما عزیزان دغدغه هستش و اینکه قیمتش الان چقدره و قراره به چه قیمتی برسه. پس حتما بعد از لایک ویدیو و سابسکرایب کانال تا آخر ویدیو با من بهنام قربانی همراه باشید. اول از همه بهتون بگم که واسه شروع پای نتورک که فقط با موبایلتون انجام میشه و بعد از ماین کردن حتی میتونید موبایلتون رو خاموش کنید، یعنی هیچ مصرف باتری و انرژی در پس زمینه و اینا نداره. حتی میتونید نرم افزار رو فورس استاپ کنید که اصلا کلا در پس زمینه هم کار نکنه و باتری مصرف نکنه. از طریق موبایلمون اینجوری ماین میشه و در هر 24 ساعت یک بار فقط کافیه که کلید ماین رو بزنیم که همونطور که تو این صفحه میبینید این هستش، این کلید ماینش هست. واسه شروعش میتونید از لینکی که تو دسکریپشن یا توضیحات ویدیو گذاشتم یا تو اولین کامنت پین کردم روش تاچ کنید و شروع کنید. حالا دوستان مشکل دارن، بعضیا میپرسن که کجا گذاشتی لینکو. ببینید وقتی شما یه ویدیویی از من رو حالا یا هر کانالی میبینید، این پایین یه توضیحاتی هست که اگر مر رو بزنید همه اون چیزهایی که تو توضیحات ویدیو هست رو واسه شما باز میکنه. اولین کامنتی هم که پین شده این هستش دوستان. من معمولا اولین کامنت خودم رو که لینک ها رو اینجا میذارم پین میکنم که اینجا هم باز رید مر رو بزنید همه لینک ها واسه شما میاد. پس این از لینک شروعش که اگر باز کنید قطعا از شما ثبت نام میخواد که میتونید از طریق فیسبوک یا از طریق جیمیل یا از طریق شماره موبایلتون حتی ثبت نام کنید و پیشنهاد میکنم این اطلاعاتی که وارد میکنید، چه پسوردتون چه شماره موبایل یا حالا هر چیزی، یه جایی یادداشت کنید. چون به فرض مثال من الان این رو در سال 2019 شروع کردم و یکی دو سال ادامه دادم، بعد ادامه ندادم. اخیراً که خیلی سر و صدا کرد دوباره شروع کردم و از اون اطلاعات اومدم اکانتم رو بازیابی کردم و همون توکن هایی که داشتم رو به من داده و ادامه کار رو دارم میرم. اینجا هم که بخش فرنداتون هست، اگر بیاد اینجا کلیک کنید که خیلی مهم هستش، تعداد و لیست فرنداتون رو نشون میده و نشون میده که آیا اکتیو هستن یا این اکتیو. اگر اکتیو باشن به ازای هر فرندی که اکتیوه به سرعت ماین شما اضافه میشه. الان اگر دقت کنید اینجا سرعت ماین من 0.03 پای در ساعت هستش که این رو اگر ضرب در 24 کنیم میشه در روز مثلا انقدر توکن پای به شما میده. سرعت این توکن پای خب خیلی کمه چون قیمتش خیلی بالا هستش. حتما در ادامه ویدیو بهش اشاره هایی خواهم کرد. ضمن این که فقط به شرطی توکن پای به شما تعلق میگیره یا فقط اون میزان از توکن هایی که ماین کردین به شما تعلق میگیره که اولا خودتون احراز هویت کرده باشید، ثانیا دوستاتون هم احراز هویت کرده باشن. حالا اینجا یکم قضیه خطرناک میشه ولی نترسید. حالا اگر دوستام احراز هویت نکرده باشن چه اتفاقی میفته؟ اون توکن هایی که از طریق دوستاتون ماین کردین رو از شما کم خواهد کرد. توکن هایی که از طریق دوستان ماین کردین چی هستن؟ همون سرعت ماینتونه دیگه. الان مثلا سرعت ماین استاندارد من 0.03 پای در ساعته. وقتی فرندام ماین میکنن میشه مثلا 0.06 پای در ساعت، یعنی در واقع سرعت ماین من 2 برابر میشه. اگر دوستام احراز هویت نکنن اون نصف توکن رو از من میگیره. اینجوری خیلی ساده. و در ادامه بهتون میگم که الان من که انقدر توکن دارم چه میزان رو به من میده، چون خودش مینویسه که چه میزان پای به شما تعلق خواهد گرفت. پس این از صفحه کلی پای هست که اینجا هم باز یک سری اخبار و اطلاعاتی رو خودش میذاره که داستان چی هستش. این اومده تمدید کرده و من از هوش مصنوعی که پرسیدم گفت تا 31 ژانویه وقت دارن کاربرا تا احراز هویت کنن و ماین کنن. اگر احراز هویت تا 31 ژانویه انجام نشه عملا به شما هیچ پایی تعلق نمیگیره. در مورد نحوه فروشش و احراز هویتش هم باز در ادامه ویدیو حتما توضیح خواهم داد. مطالب انقدر زیاد هستش که میترسم یه چیزایی از دست بره. فقط خواهشم اینه که تا آخر این ویدیو همراه باشید و تک به تک این حرفایی که میذارم رو بهش دقت کنید، سرسری رد نشید ازش. اوکی. خب این از صفحه اول ما. اینم صفحه چته که کاربرا میتونن اینجا واسه خودشون چت کنن. خب بالا بسته به سرعت اینترنتتون ممکنه یکم طول بکشه و اینا.
اگر این گزینه رو بزنید به شما میگه که در سال 2024 چه فعالیت هایی داشتید و چه میزان توکن هایی رو کسب کردید، که خب واسه من صفره، چون 2-3 سالگی که گفتم هیچ فعالیتی نداشتم، حتی از گوشی من پاک کرده بودم. و از طریق اینوایت هم میتونید لینکتون رو بردارید و شیر کنید از طریق بلوتوث یا هر چیزی که تو تب فرند ها هم میتونید لینکتون رو بردارید. کافیه روی اینوایت مور کلیک کنید و دوباره شیر رو بزنید تا بتونید اصلا سیوش کنید که بتونید مثلا توی پلتفرم دیگه ای ارسال کنید لینکتون رو. و به این چیزهایی هم که میگه دقت کنید. الان من یک مهلت 26 روزه‌ای دارم که فلان کار رو مثلا انجام بدم و الا پایهامو از دست میدم. حتما این متنا رو بخونید، اگر معنیش رو نمیدونید با گوگل ترنسلیت چیزی ترجمه کنید و به یاد داشته باشید و به دوستانتون هم اعلام کنید. اوکی، این از صفحات اول ما. پای نتورک خودش 2 نرم افزار دیگه ای رو هم اد میکنه، البته به شرطی که لازمتون بشه، که 100% هم لازمتون خواهد شد. مثلا یکی از مهمترین نرم افزارهایی که خودش اد میکنه همون والتش هستش. شما واسه این که توکن هاتون رو به یه جایی ببرید دیگه نمیتونید از والت هایی مثل تراست و نمیدونم تونکیپر رو اینا استفاده کنید. والت مخصوص به خودش رو داره و اگر مراحل احراز هویت رو انجام بدید که الان میریم پیش، اون موقع قشنگ شما اصلا مجبورتون میکنه که اون رو دانلود کنید. شما کار خاصی لازم نیست انجام بدید، فقط یه لینکی، یه گوگل پلی، گوگل استوری، اینجور داستانا میاد بالا، روش تاچ میکنید خودش اون پای والت رو میاره. یه دونه هم پای براوزر داریم که اون رو هم باز تو مراحل احراز هویت چه بخواید چه نخواید مجبوری که نصب کنید، اون رو هم همینطوری لینکش رو میاره بالا. شما فقط تاچ میکنید که دانلودش کن، خودش پلی استور رو باز میکنه و روی اینستال کلیک میکنید و واسه شما نصب میشه. مراحل احراز هویت اینجوریه که روی این منوی همبرگری کلیک میکنید و گزینه ماینت رو میزنید. حالا امیدوارم که تلفظش رو درست گفته باشم. روی این گزینه که بزنید ما رو میبره به یک صفحه جدیدی که کل داستان تقریبا اینجا اتفاق میفته. اول از همه این داستان ها رو داریم که میزان کل توکن ما رو باز این بالا نوشته، اما گفته اونهایی که وریفای نشدن انقدر هستن و اونهایی که وریفای شدن توکن هاتون و قابل برداشت و انتقال و بعدن فروش هستش انقدر هست. خب پس چرا این همه توکن وریفای نشده؟ چون به کمک اون فرند ها مان کردم. به همین خاطر چون اونا فرند ها مثلا در دسترس هم نیستن که بگم ما فلانی بیا وریفای کن اینا، واسه همین دیگه اینا رو من از دست میدم متاسفانه. و اینا هم که از دست میدم شاید حدود 5-6 میلیارد پول باشه. حالا در ادامه بهتون میگم. من چون معمولا عادت ندارم از تامنیل های فیک و کلیک بیت و از تیترای فیک و زرد استفاده کنم، من نمیدونم تو تاملین یا تو تیتر ویدیو روی یکیشون اشاره کردم که این به من 5 میلیارد پول میده. ببینید این واقعی هستش. الان من 1354.8 تا توکن قابل دسترس دارم که میتونم بعداً ترانسفر کنم به کیف پول پای والتم. اوکی، قیمت فعلیش، حتی من این رو از هوش مصنوعی هم پرسیدم، عدد نزدیکش رو داد. قیمت فعلیش که داره رد و بدل میشه بین کاربران $45 هستش هر یه دونه توکنش. من حالا اینجا به شما ثابت میکنم که من از تیتر فیک استفاده نمی کنم. ببینید 1354.8 تا دارم. حالا تا اون روز باز بیشتر هم میشه دیگه. این رو ضرب میکنم به $45، یعنی حدوداً $61,000 پول میشه اگه من بتونم اینو همه رو بفروشم. تازه فقط اون بخشی که به من میتونه تعلق بگیره، با اون بخشی که سوخته حالا کاری ندارم، که هرچند اون رو هم میتونم برگردونم، به شرط اینکه به فرندام پیام بدم، دستشون رو بگیرم، بیا آقا وریفای کن، بیا KYC تو بزن فلان اینا. اگه اونا رو بزنم خب بهش اضافه میشه. حالا ما $61,000 در نظر میگیریم، درسته؟ 61 رو ضرب میکنم به 84 که الان قیمت دلارش 84,000 تومنه. حالا تا اون موقع بیشتر میشه دیگه طبیعتا. و مساوی میزنم.
ببینید میشه 5.124، یعنی در واقع 5 میلیارد و 124 میلیون، چون 6 تا صفر هم داره دیگه، 3 تا صفر از 84 کم کردم، 3 تا هم صفر از 61 دیگه، اون 6 تا صفر هم باید بیارم، چون اگه میزدم تو ماشین حساب جا نمیشد. میشه 5 میلیارد و 124 میلیون تومن. اگه بشه بفروشیم، شما دعا کنید که انجام بشه. حالا شمایی که ماین نکردی چیکار میکنی؟ فرصت هستش. الان تو احراز هویت بهتون میگم که فرصتش تا پریروز بود، ولی ظاهرا تمدیدش کرده و یک روز شمار جدیدی بهش اضافه کرده و شما از الان بشینید مان کنید، فکر میکنم حداقل 200-300 تا بتونید نفری مان کنید اگر از الان شروع کنید. اصلا بگیریم 200 تا 200 ضرب در 45 که ممکنه تا موقع هم افزایش پیدا کنه. چقدر میشه؟ میشه $9000 ضرب در 84ش کنید، میشه 756 میلیون تومن. اوکی. قیمتی که واسش پیش بینی کردن میگن به $314 میرسه. چرا 314؟ چون این پای هست، نمادش عدد پی هست، عدد پی هم 3.14 و اینا هستش که میخوان در مرحله اول به اون رقم حتما برسن و بعدش حتی میخوان به رقم برسن که با بیت کوین رقابت کنن. این حرفشون رو نمیدونم چقدر میتونه امکان پذیر باشه، ولی اینو مطمئنیم که تو دنیای ارزهای دیجیتال هیچ چیز غیر ممکن نیست. بیت کوین هم که اولا اومده بود مثلا در حد $10-12 بود، هیچ کی فکر نمی‌کرد که مثلا یه روزی برسه به قیمت مثلا الان فکر کنم $3000 هست الان قیمتش. پس این امکانش هست و من اگر به لطف خدا و به دعاهای شما و خودم بتونم این مقدار رو بفروشم، همش رو نمیفروشم و سعی میکنم یه مقدار حداقل 1/3 رو هولد کنم تا ببینم چی میشه. این از سیاستی بود که من میخوام انجام بدم. من توصیه خاصی واسه هیچ کس نمیکنم، حالا من گفتنی رو خودم میگم، برنامه خودم رو میگم، شما اگر دوست داشتید و اگر امکانش بود این کار رو میتونید انجام بدید. پس اینم از قیمت ها. حالا بریم روی احراز هویتش. قبلش اگر دوست داشتید ویدیو رو تا اینجا اطلاعات واسهتون مفید بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و نظر و پیشنهاد انتقادی هم داشتید حتما کامنت کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستید. ببینید خیلی‌ها نمیتونن احراز هویت کنن، اصلا خیلی‌ها خبر ندارن از این پروژه و اونایی هم که خبر دارن، من افرادی میشناسم که حتی 6000-7000 تا توکن هم جمع کردن ولی احراز هویت رو اصلا یه معضل میدونن و ناامید شدن و میگن خب دیگه نداریم دیگه. اوکی. اصلا ببینید گیرم شما اصلا این پروژه شکست بخوره، اصلا نشه، مثلا کلاهبرداری تشخیص داده بشه که کلاهبرداری که نیست، ولی خب اصلا نتونیم بفروشیم، ما کار خاصی نمی کنیم که ما در هر 24 ساعت فقط یه بار تاچ میکنیم، مثلا گیرم نشه، نه کد مورس داره، نه نمیدونم کارت داره، نه هیچی نداره که فقط در 24 ساعت یه بار ماین میکنیم. اوکی. حالا ما که اومدیم تو این صفحه ماینت، میام روی ماینت چک لیست کلیک میکنیم. اینجا یک سری گزینه‌ها و چک لیست هایی رو آورده که شما باید اونا رو انجام بدید تا سبز بشند. ببینید مثلا این چک لیست ها رو من اینقدر انجام دادم و الان تو این مرحله هستم. وقتی که شما تو مرحله هستید و اون مراحل واسه شما باز شده بنفشه، وقتی انجام میدید سبز میشه. اونایی هم که خاکستری هستن یعنی این که باید اول اون بنفشه رو انجام بدید تا اون خاکستری ها حل بشن. الان من تو مرحله KYC موندم که واسه اینم خیلی راهنمایی مفیدی خواهم کرد. البته چون ویدئوی یوتیوب هستش و این راهنمایی هم که خواهم کرد ممکنه با بعضی از قوانین یوتیوب سازگار نباشه و ممکنه واسه کانالم ضرر داشته باشه، اطلاعات دقیق تر رو تو یک وایسی میذارم و یک فایل ویدئویی. تو کانال تلگرامیمون که اینجا آدرسش میاد واسهتون میذارم، لینک اون وایس رو تو توضیحات ویدیو و اولین کامنت میذارم. از طریق اون لینک بیاید جوین بشید به کانالم، اون وایس رو گوش بدید و فایل های لازمتون رو زیر اون وایس واسهتون میذارم، راهنمایی‌هاش هم که تو وایس و فیلم میذارم واسهتون، برید اونجا انجام بدید، چون من اگه همه اینا رو اینجا توضیح بدم واسه خودم هم خطرناکه، چه برسه به اینکه واسه شما. اوکی. حالا این مراحل چی میگه؟ ببینید اولین چیزی که میگه چیه؟ میگه دانلود پای براوزر اپ، یعنی روش تاچ میکنید خودش لینک رو میاره بالا، اون رو دانلود میکنید، نصب میکنید. حالا ممکنه باز جیمیل بخواد، پسورد بخواد و اینا که اوکیه. دومین گزینه چی میگه؟ میگه آقا پای والت تو بساز. باز این رو هم روش تاچ میکنید، صفحه میاد بالا، دانلود رو میزنی، گوگل پلی میاد بالا، اینستا رو میزنی، نصب میشه. منتها چون این والته خب از شما یک سری اطلاعات میخواد، یک سری کدها و اعداد ارقامی رو به شما میده که
اینا رو باید حتما یه جا داشته باشید، چون بعداً تو مراحل بعدی باز لازمتون میشه. و بعد شما والتتون رو میسازید، تقریبا مثل بقیه والت هایی هستش که ساختید دیگه. همشون یه پسورد میخوان، یه حروف 12 تایی یا مثلا 24 تا حروف به شما میدن که اونا رو باید یه جا داشته باشید که بعداً بتونید بازیابیش کنید. اینا رو انجام دادید، اینم ثبت میشه. بعد میگه آقا کانفرمش کن، تاییدش کن. وقتی این رو میزنید، اون 24 تا حرفی که موقع ساخت والت داده بودید رو اینجا از شما میخواد. موقع ساخت والت که اون 24 حرف میاد، اصلا میتونید روش کپی کنید، تاچ کنید تا کپی بشه، بره تو کلیپ بوردتون و اینجا پستش کنید. لازم نیست دوباره تایپ کنید. حالا تایپ هم کردی که هیچی. و خب اینجا کلیک میکنید، اینجا میگه اون 24 تا کلمه رو وارد کن و کانفرم رو بزن. همین. اینم واسه شما به همین راحتی سبز میشه. گزینه لوکاپ رو واقعا من خودم هم دقیق ندونستم چیه، ولی اونجوری که از گوگل ترنسلیت ترجمه کردم میگه که آقا شما میتونید 1% رو از توکن هاتون هولد کنید و روش سرمایه گذاری کنید و این اگر رفت بالا که سود میکنید، اگر رفت پایین که خب احتمالاً ضرر میکنید. اون درصد رو فکر کنم حداقل 25% تا حد اکثر 100%. این رو بذارید توی درصد دیگه، نمیدونم، من فکر کنم گذاشتم روی 25 یا 50% و ادامه رو زدم، تایید کردم و اینم ثبت شد. Security Your Account مربوط میشه به قفل 2 مرحله و اینا که از شما دوباره اون شماره موبایلی که باش وارد این پای شدید و اون پسوردتون رو میخواد و احتمالاً ازتون میخواد که کد 2 مرحله‌اش رو هم فعال کنید که چیز خاصی نیست. یه ایمیل میاد، یه کدی میاد، اون رو وارد میکنید و کدتون تایید میشه. اینم واقعیتش اتوماتیک واسه من ثبت شد، من کار خاصی نکردم، ولی باز این متن رو بخونید ببینید چی میگه. که میگه ظاهراً که شما مثلا اون توضیحات و اطلاعات لازم در مورد ترانسفر کردن توکن های پایتون رو میدونید و داستان چی هست اینا رو میدونید و اوکی میشه. حالا میرسیم به این KYC. واسه فعال کردن این اگر بزنید، از شما اولا که فکر کنم باید تو موبایل انجام بدید، چون من این رو اگر الان بزنم به من پیام میده که این کار رو باید با موبایلتون انجام بدید. من الان تو کامپیوتر هستم. یه کارت شناسایی خارجی میخواد، یعنی ایران تحریم قبول نمیکنه. اوکی. آره میگه روی موبایلتون کار کنید. اوکی. یه کارت شناسایی باید داشته باشید. من حالا اینجا میگم ببینید کسایی هستن، حالا تو تلگرام و اینترنت و گوگل و اینا سرچ کنید میاره که واسه شما کارت های تقلبی میسازه دیگه اصطلاحاً. حالا نمیخوام زیاد توضیح بدم که واسه منم خطرناک باشه تو ویدیو، نباید من اینا رو آموزش بدم، ولی هستن. منم تایید نمیکنم. خب تایید نمیکنم، ولی خب هستند. در نتیجه میتونید به اونا پیام بدید و کارتتون رو بسازه. یه تصویر پشت رو میخواد، مثلا میتونه حتی گواهینامه هم باشه، میتونه کارت ملی اون کشورم باشه و کشورهایی باشه که مورد تایید پای هستن. نرید مثلا از افغانستان اینا بگیرید یا ایران بگیرید که خب نمیشه. بعد عرضم به خدمتتون و از شما مثلا عکس روی کارت ملی رو میخواد، عکس پشت کارت ملی یا گواهینامه‌تون رو میخواد که میفرستید. بعد از اینکه این مرحله رو انجام دادید باید یه مقدار صبر کنید تا تایید بشه، این روند انجام بشه و بعد تو مرحله بعدی از شما میخواد که دوربین گوشیتون رو باز کنید و چهرهتون رو به چپ و راست و بالا و پایین بیارید تا بتونه تصویر شما رو با تصویری که تو اون کارت شناساییتون هست تطبیق بده. داخل پارانتز بگم تو اون وایسی که گذاشتم و گفتم زیرش فایل های کمکی رو هم میذارم، این به درد شما میخوره. حتما بیاد کانال تلگرام اون رو دانلود کنید. حالا توضیحاتش هم تو وایس گفتم که چیکار کنید. اوکی. و اینم باز داخل پارانتز بگم بچه‌ها، مثلا بعضی از این مراحل ممکنه همون لحظه انجام نشه. مثلا من بعد از اینکه این لوکاپ و اینا رو ولت و لوکاپ رو انجام دادم، واسه مرحله بعدی گفت باید 24 ساعت بعد اقدام کنید. یعنی شما باید 24 ساعت صبر کنید تا بتونید اون مراحل رو، ممکنه بعضی از مراحل اینو از شما بخوان. اوکی. بعد از اینکه کارا رو انجام دادید، داداشم بهزاد که همه رو انجام داده و همش ثبت شده گفته که این دوتای پایینی اصلا خود به خود واسه من باز شدن، من کار خاصی نکردم و خود به خود ثبت شدن. در واقع با ثبت کردن اینها این دوتا شاید این آخری فقط اتوماتیک واسه شما ثبت بشه. این هم بود از آموزش احراز هویت که باز تاکید میکنم فایل های کمکی همش و توضیحاتش تو کانال تلگرامیمون هست. نگید نگفتم. بچه‌ها من اخلاقم اینه که دوست ندارم فقط خودم
تو یک چیزی سود کنم. البته اینم مشخص نیست، 50-50 ممکنه بده ممکنه نده، ممکنه بتونیم بفروشیم ممکنه نتونیم بفروشیم. حالا اینکه چه جوری بفروشم هم توضیح میدم. اما خب یه اتفاقی هستش که فردا گیرم آقا ما تونستیم اینو بفروشیم و مثلا 5 میلیارد هم به ما داد، من ویدیوشو میسازم که آقا 5 میلیارد پاید نتورک من داد با اثبات برداشت و فلان. بعد شما تو کامنت میاد مینویسید که چرا به ما نگفتی، چرا این کارو نکردی، چرا فقط ایردراپ های چرت و پرت به ما میگفتی، اینو چرا نگفتی. ببین من میگم، خب من هیچ چیزی رو پنهان نمیکنم و سعی میکنم ویدیوهام هم کامل باشن هم با یه زبان ساده باشن. حتی خواهش میکنم که لینک این ویدیو رو به دوستاتونم بفرستید، چه اشکالی داره اونام بیان ماین کنن، اونام بیان احراز هویت کنن. من حتی چند تا هشتگ انگلیسی داستان دارم میذارم که اگر مخاطبای انگلیسی زبانم خواستم بیان نگاه کنن، حالا با زیرنویس انگلیسی خود یوتیوب. پس من گفتنی‌ها رو میگم دیگه، از این به بعد به خودتونه و به نظر من آدم خوب نیستش که فقط به نفع خودش فکر کنه و مثلا من بگم نه آقا در این مورد ویدیو نمیسازم تا کم توکن ماین بشه. خب هر چقدر توکن کمتر ماین بشه به نفع من دیگه، قیمتش میره بالا. به نظر من این فکر ناجوانمردانه‌ای هستش و شما هم سعی کنید شیر کنید این اطلاعات رو. به خدا قسم به خاطر این نمیگم که شیر کنید ویدیوام بیشتر دیده بشن، بیشتر سابسکرایبر بگیرم. من اصلا درسته منبع درآمدم یه بخشش یوتیوبه ولی اونقدری هم دیگه نیست. حالا یه زمان که ایردراپ ها خیلی سر و صدا کرده بودن، همستر و اکس امپایر اینا، خب خوب بود درآمدش، ولی الان شاید بگم باورتون نشه الان درآمد کانال تکنولوژی من $80 در ماهه. یعنی این چیزی نیستش که من بگم آره بذارید درآمدم مثلا $1000 بشه $1500. نه اصلا بس این داستانا نیست. خواهشم اینه که یکم دلتون روشن باشه، هم امیدوار باشید، هم سعی کنید انجام بدید دیگه. آقا شد نشدم نشد دیگه، کار خاصی انجام ندادیم که، و به دوستانتون هم بفرستید اونا هم اطلاع داشته باشن. اما اینکه چجوری بفروشیم، ببینید همین الانش یک سری سایت ها و یک سری گروه هایی هستن که دارن با همدیگه تبادل میکنن و میفروشند، اصطلاحاً ولت تو ولت میگن. حتی من این رو باز از هوش مصنوعی هم پرسیدم که الان چجوری بفروشیم. تو فیسبوک زیاد هست اخبار در مورد پای نتورک، شاید از یوتیوب هم بیشتر باشه، که میگن آقا یک سری صرافیایی هستش که حتی تو اونم میشه رد و بدل کرد، ولی والت به والت الان از همه بیشتره، چون ظاهرا یک سری موانع قانونی داره که هنوز برطرفش نکردن و همه صرافی‌ها نمیرن سمتش و شاید یکی دو تا صرافی که اونم واسه ما قفل اصلا نمیتونیم بریم، ولی میتونیم یک سری کامیونیتی هایی رو پیدا کنیم که به صورت والت به والت میگردن، که من از هوش مصنوعی هم پرسیدم بهترین گزینه رو همین والت به والت توصیف کرده. ولی من خودم شخصا صبر میکنم، به احتمال زیاد تو صرافی‌های مختلفی هم لیست بشه و اگر لیست بشه واقعا طوفان میکنه. من یه مثال زدم دیگه، شما حتی اگر 200 توکن ماین کنید نزدیک 700 میلیون پول میشه، پول کمی نیستش. پس خواهش میکنم جدی بگیرید، ویدیو رو هم لایک کنید، دوست داشتید کانال رو هم سابسکرایب کنید، نظرتون هم کامنت کنید و این ویدیو رو هم رسانی کنید، شیرش کنید، لینکش رو تو گروه‌های مختلف تلگرامی بذارید تا همه بیان استفاده کنن دیگه. فکر کنم دیگه کامل بود دیگه این آموزش، زیاد چیز سختی نداشتم، فقط اسمش بد در رفته. اون چیزی که فقط کارو سخت میکنه و بچه‌ها ازش میترسن و تقریبا ناامید میشن، همون کارت شناسایی هستش که نمیتونن درست کنن. من یک سری اطلاعات اینجا دادم، اطلاعات تکمیلی و فایل های تکمیلی رو من تو کانال تلگرامیمون میذارم دیگه، خود دانید. دمتونم گرم. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، اگر هم به کسب درآمد دلاری علاقه داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. مخلص شما، تا ویدیو بعد، بدرود.